نکنید گفتیم توی لایه‌های صمیمیت که دو نفر به هم دیگه نزدیک میشن، در واقع چه چیزایی رو با هم دیگه میتونن به اشتراک بذارن؟ ما وقتی که با ابعاد شخصیتی خودمون که شامل والد، بالغ، کودکه در کنار یه نفر دیگه قرار میگیریم، چه چیزی اتفاق میفته؟ یعنی من در بعد والد خودم دارای یک سری ویژگی‌هایی هستم، مثل خط قرمزها، مثل ارزش‌هایی که برای خودم توی ذهن خودم متصورم، که طبق تربیت خانوادگی خودم بر اساس چیزهایی که پدر مادرم به من یاد دادن در ذهن من ثبت شده هست. من وقتی که اینا رو دارم، در واقع اون ارزش گذاری های ذهنی من بر اساس اوناست. با یه مثال بذارید بریم جلو. به این صورت که مثلا بود والد من برای وفاداری یه ارزش خاصی قائله. یعنی من طبق زندگی خودم اینو یاد گرفتم که یکی از اون خط قرمزهای من، یکی از اون چیزایی که براش ارزش قائلم، میتونه وفاداری باشه. و این خط قرمز اگه رد بشه از طرف کسی که به من نزدیکه، میتونه به رابطه من خدشه وارد کنه دیگه. پس میبینید هر کسی میتونه به راحتی این رو چیزها رو در ذهن خودش ردیابی کنه و متوجه بشه. و چرا داریم به این میپردازیم؟ خب میخوایم ببینیم که دو نفر که تو لایه های مثلا یک قرار میگیرن، یک صمیمیت یعنی خیلی نزدیک، حالا لایه دو هم حالا بعدا بهش میپردازیم، چی میشه که اینا از همدیگه ناراحت میشن، فاصله میگیرن، یا تلاش میکنن برای شناسایی بهتر، تلاش میکنن که به همدیگه نزدیک بشن. پس توی این لایه یک ما بیشتر اهمیتمون، اولویتمون روی رابطه است. اگه مثلا من توی این رابطه یک نوع هدفی هم خب توی زندگی دارم دنبال میکنم، اگه هدف من مثلا چیزی باشه که بخواد به رابطه خدشه وارد کنه، خب مسلما صرف نظر میکنم از اون هدف. باید ببینم این هدف آیا انقدر ارجحیت داره. بذارید با یه مثال عینی تر، یه دختر خانم جوونی در نظر بگیرید که داره تو مسیر زندگیش به یک ورزشی که حالا اکثرتون هم ورزشکارید اینو بهتر درک کنید، داره به صورت خیلی حرفه‌ای ورزش رو دنبال میکنه. یکی از هدفهای مهم زندگیش اینه که به مدارج بالا، به مسابقات جهانی، المپیک و غیره راه پیدا کنه. خب سبک زندگی و لایف استایل این بر اساس این هدف در واقع داره جلو میره. حالا با یک نفری آشنا میشه که میاد تو لایه یک صمیمیته، مثل یک خواستگار. حالا اینجا در واقع باید بدونه که چه چیزی قوانین اجتماعیشه، چه چیزی خواسته های طرف مقابلشه و چه چیزی خواسته های خودشه. وقتی که هدفش خیلی مهمه، قبل از اینکه وارد اون رابطه بشه باید راجع به این مطرح بشه و اصلا بدونه. و حتی ما بهشون میگیم چون هدف زندگیت باید توی حتی عقدنامت هم تو اینو ذکر کنی، در واقع یک خواسته است. اما کسی که هدف داره مطمئنا چون قوانین اجتماعیش رو میشناسه داره پیش بینی اون قضایا رو میکنه که میگه آقا مثلا من بر این اساس این حق رو برای خودم قائل میشم که برای خارج از کشور رفتن به تو نیازی نداشته باشم که بخوای به من مثلا اجازه بدی یا ندی. باید این موافقت رو از قبل داشته باشی. و خیلی خوبه که اینا واضح و شفاف تو زندگی رو مطرح بشه، چون بعدها دیگه به مشکلات بعدی نمیخورن. نگاه کنید، ما تا اینجا رو پیش رفتیم که فهمیدیم تو بود والد ما یه سری ارزش هایی هست که این ارزش ها رو باید قبل از هر چیز شما مطرح کنید تا به بنبست های دیگه ای نخورید. بود بالغ بودیه که در واقع ما گفتیم کمترین تنش رو با محیط ایجاد میکنه و چون از یک اصول منطقی داره پیروی میکنه، زبان مشترک بین تمام انسان ها میشه. یعنی میتونه حل مسئله کنیم، احساسات درگیر نباشه و خیلی از مسائل و حل مشکل ها توسط بالغ صورت میگیره. پس بهترین حالتی که دو نفر میتونن بشینن با هم مذاکره کنن تو بود بالغ. و بود دیگه بود کودکه. اگه خاطرتون باشه گفتیم که کودک یک ویژگیهایی داره که منحصر به فرده و اون ویژگی ها رو اگه از اون فرد بگیرید، یعنی کودک درونش رو در واقع دیگه تقریبا به نابودی بردید. کنجکاوی یکی از اون حسایی که کودک داره.
سرزندگی، شادی، بازی. حالا دو نفر که میان تو لایه یک صمیمیت از همدیگه این انتظار رو دارن که به کودک‌های همدیگه هم پاسخ بدن. اما تا کجا؟ آیا ما باید به هر خواسته‌ای که طرف مقابلمون داده بگیم اوکی؟ همین سوال انقدر میتونه تنش تولید کنه در ذهن ما که میتونه هر انسان عاقلی به این فکر بندازه که نه، ما به این دنیا نیومدیم که غول چراغ جادویی باشیم برای طرف مقابل که هر خواسته و خواست از ما براش برآورده کنیم. پس قاعدتا میبینید ما یه جاهایی رو باید این حدود و مرزبندی ها رو برای اجرای خواسته های دیگران داشته باشیم. یعنی توی لایه صمیمیت در یک رابطه با فردی قرار میگیرن، میخوان به هر قیمتی اون رابطه رو نگه دارن و به هر نوع درخواستی از طرف مقابلشون بله میگن که مطمئنا اینم یک مشکل بزرگی تو زندگی ایجاد میکنه. یه چند وقت پیشم توی اکثر رسانه‌های مجازی و فضای مجازی هم پر شده بود، یه آزمایش اومده بودن کرده بودن یه آزموندنی توی یک محیط اجتماعی قرار گرفته بود و این آزموندنی اجازه هر کاری رو به دیگرانی که اومده بودن اونجا بازدید کنن میداد. این فردم هیچ کاری با دیگران نداشت و این اجازه رو داده بود که دیگران هر کاری خواستن بکنن. دیگرانی که اومده بودن برای بازی نیومده بودن اونجا که این فرد رو مثلا اذیت کنن یا چیزی، اما چون واکنشی این نمیداد تا جایی پیش رفتن که داشتن به اون فرد آسیب میزدن. میخوام اینو بگم، ما اگه در کنار بهترین انسان ها قرار بگیریم با رفتار خودمون ممکن از اونا یک هیولاهایی بسازیم که اونا شاید با هیچ کس دیگه این کارو نکنن. پس میبینید مخصوصا این موضوع برای افرادی که شناختی که از خودشون دارن خودشون رو تو گروه و طبقه آدمای درونگرا، معمولا آدمای درونگرا به این صورته که زیاد واکنش هیجانی به محیطشون نمیدن، به افرادی که دور و برشونن زیاد هیجانات خودشون رو نشون نمیدن. اینجور افراد دچار مشکل میشن از این حیث که در واقع در مقام همین مثال قرار میگیرن که اون آدمی که توی این آزمایش وقتی که واکنشی به محیطش نمیداد، یعنی اجازه پیشروی خواسته های دیگران تا حدی که بهش آسیب بزنن رو داده بود. آدمای درونگرا در واقع همین کارو میکنن، یعنی وقتی که واکنشی به محیطشون نمیدن، یعنی وقتی که دیگران نمیفهمن که این کی ناراحته کی خوشحاله، به دیگران دارن این مجوز رو میدن که پیشروی کنن توی رفتارشون. اگر مثلا یک شوخی از طرف یکی از عزیزان مطرح میشه و این شوخی یا طنز حالت تحقیرآمیز داشته و هیچ واکنشی نشون داده نشه که ناراحت شده یا خوشحاله، در واقع به دیگران داره این اجازه رو میده که پیشروی کنن و در اون کار هی استمرار بورزن. پس میبینید میگن شخصیت آدم ها دست خودشونه، باز همین به همین برمیگرده. یعنی اینکه ما این که اجازه میدیم به دیگران که چجوری با ما برخورد کنن. پس لازمه ما اینه که با محیطمون، با افراد پیرامونمون و مخصوصا کسی که توی لایه یک شخصیت ماست مثل همسر، پارتنر که هر روز یا هر لحظه ای و مشترکات ما توی زندگی زیاده، باید بشناسیم که هیجاناتش چیه و چه هیجاناتی رو در درون اون ایجاد کردیم و این هیچ راهی هم نداره جز اینکه ما فیدبک های مناسبی رو از اون طرف ببینیم. پس روی این وقت برای چی داریم توی تی ای کار میکنیم، مخصوصا برای افراد درونگرا؟ اینکه ما باید هیجانات و واکنش های خودمون رو به محیطمون بروز بدیم تا برای دیگران درک بهتری داشته باشه که الان درون من چه حسی به وجود آورده این رفتار تو. اگه رفتار خوب و خوشحال کننده ای بوده باید اونو بارز کنم، بروز هیجانات خوشنود کننده خودم به طرف مقابلم برسونم که این رفتار تو خیلی منو راضی کرد. و برعکسش اگه یه رفتاری که خوب نبوده، باید اون فرد بفهمه که من دچار ناراحتی شدم، دچار غم، اندوه، خشم، هر کدوم از این هیجانات که در اون من ایجاد شده رو متوجه بشه. پس می‌بینید توی لایه یک
ما خیلی به این نیاز داریم که افراد اینجور چیزها رو در همدیگه شناسایی کنن و بشناسن. با علم غیب نمیتونن بگن که آقا مثلا اون باید خودش میفهمید. خب این در واقع یک انتظار بیجاییه که ما از دیگران داریم. بعد از این موضوع میخوایم به این بپردازیم که بعد بالغ در واقع یکی از اون بعداییه که برای اینکه دو نفر به یک مذاکره، به یک حرف مشترک برسن و ارزش‌های والدانه همدیگر رو تعدیل کنن، خواسته های درونی کودک درونشون رو تعدیل کنن، رو میارن به بالغ، از بالغ کمک میگیرن. من اگه یک خواسته نابجایی داشته باشم، نابجایی به این حیث که کودک درون من الان یک چیزی رو میخواد که در واقعیت بیرونی قابل دسترس نیست، طرف با علم به این که میدونه با یک نفری رفته زیر یه سقف داره زندگی میکنه که یک حقوق ماهانه ثابتی داره، یک موقعیت خانوادگی، یک موقعیت اقتصادی خاصی داره و وارد زندگی با این شده. خب اگه بیاد یک خواسته رو مطرح کنی که فراتر از داشته های اونه و منطقی نباشه، خب مسلما این خواسته به جایی نمیرسه دیگه. و اگه فشاری کنه، حالت غر زدن یا جور دیگه، مطمئن رابطهشون اصلا پاشیده میشه. پس میبینید ما بین خواسته های کودکانه و ارزش های والدانه یک بعدی داریم به اسم بعد بالغ که میاد میانجیگری میکنه و بین اینها تعادل برقرار میکنه. قبل از هر چیز باید ازتون تشکر کنم که اینجا رو در این حد صمیمی دونستید که پیشنویس های قبلیتون رو که بهتون تکلیف داده بودیم برید در بیارید و بازگو کنید. قرار شدش که پیشنویس ها رو بر اساس 4 حالت من باید ردیابی میکردیم. این 4 حالت پیشنویس هایی که میتونه گذشته ما رو شکل داده باشه. توی حالت سوپر اب نورمال که گفتیم فرد به جایی رسیده که فکر میکنه خودش خوب نیست و دیگران هم خوب نیستن، یک نوع پیشنویس خیلی حادیه که ممکنه افرادی که توی این پیشنویس قرار گرفته بودن دچار ناراحتی‌های زیادی باشن. این افراد نمیتونن به دیگران اعتماد خوبی کنن، نمیتونن به خودشون در واقع اعتماد به نفس و ارزش دهی داشته باشن که خودشون رو خوب بدونن. تمام تلاشمون اینه که بالغمون رو گسترش بدیم، یعنی از بعد بالغمون کمک میگیریم برای یک خودآگاهی و گسترش شناخت خودمون و توانایی‌های خودمون. سعیمون بر اینه که با افرادی که پیرامونمون هست افزایش صمیمیت داشته باشیم، نه به هر قیمتی، اما در واقع بالغ ما کمک میکنه که بتونیم در رابطه‌ای بیفتیم که به این نتیجه برسیم من خوبم و دیگرانم خوبن و میتونیم یک همزیستی مسالمت آمیز که بردم هست و هم برای دیگران سود داره و هم برای خودمون این ارتباط رو با دیگران برقرار کنیم. پیشنویسی رو که ما در خودمون ردیابی میکنیم در نهایت ما رو متوجه یک سری از بازی‌های تکرار شونده میکنه. ما مثلا متوجه میشیم که در زندگیمون که دچار یک پیشنویسی هستیم، یعنی یک سرگذشتی داشتیم، مثلا یک بازی به اسم بازی به من اردنگی بزن، یک فردی که همواره خودش رو در معرض دیگران قرار میده که ازش سوء استفاده بشه یا تحقیر بشه. این دارای یه پیشنویسیه که مثلا وقتی ردیابی میشه متوجه میشه که پیشنویس من خوب نیستم و دیگران خوب هستند رو مثلا به سرلوحه داشته و الان به این نتیجه میرسه که با خودآگاهی و گسترش بالغ خودش بیاد این قضیه رو تعدیلش کنه. قاعدتا این حالت یک اتفاق نیست، یعنی نمیتونیم بگیم از الان که ما اینو فهمیدیم به یک باره تمام عادتهای ما کنار رفته میشه و تمام مشکلات ما حل میشه. این یه پروسه است که با جزئیاتش همونجوری که شما در این کلاس ها شرکت کردید در واقع متوجه میشید وقتی که مطرح میکنید این مسائلتون رو، هر دفعه به این موضوع پرداخته میشه و با خودآگاهی که به اینا پرداخته میشه این مشکلات رو مستهلکش میکنید که در نهایت شما با یک من شفاف و
من صیقل یافته‌ای مواجه میشید که خیلی از این مشکلات رو میتونید پشت سر بذارید. حالت من خوبم و تو خوبی ایدئال ماست که به این وضعیت برسیم و انتظار داریم یک بالغ گسترش یافته و وحدت یافته بتونه و توانایی اینو داشته باشه که خودش رو با افرادی که در پیرامونش هستند منطبق کنه و از تنش‌ها و ناملایمت‌ها خودش رو محفوظ بداره. ما وقتی که به این خودآگاهی میرسیم در واقع میتونیم بگیم که حالت من کودکم رو کجا باید در واقع ازش استفاده کنم یا حالت والد خودم رو کجا باید نگه دارم و یا حالت بالغم رو. یادمون باشه مخصوصا برای والدین در ارتباط با جوانان و نوجوانانشون اونا بیشتر از ما حمایت میخوان نه پند و اندرز. زیاد تو بعد والد قرار گرفتن ممکنه برای این رابطه‌ای که ما با بچه‌هامون داریم مخرب باشه. بچه‌ها نیاز به فضای فکری دارن، فضای تجربه کردن دارن، اما همین که بدونن ما پشتشون هستیم میتونه دلگرمی باشه که اونا با جسارت بیشتری دنیای خودشون رو در واقع تجربه کنن و این با ماست که این اختیار رو بهشون بدیم. این ریسک پذیری و این حد و حدود ریسک، خطر و اینکه ما باید یه آگاهی بهشون بدیم اما با حمایت فرق میکنه که هی براشون میخوایم نسخه بپیچیم یا تجارب خودمون رو عیناً بخوایم در اختیارشون بذاریم که اونا استفاده کنن. قاعدتاً این برای نوجوانان ما میتونه تنش‌زا باشه. جلسه پایانی دیگه گفته‌هایی که داشتیم در خصوص اینکه خیلی از این مسائلی که در این کلاس ها مطرح شد رو ما فیلم برداری نکردیم. از عزیزان در واقع اون برداشت هایی که داشتیم رو انعکاس دادیم. از لحاظ حرفه‌ای ما اسرار کسانی که در این کلاس ها رو شرکت میکنند رو نمیتونستیم بازگو کنیم. به خاطر همین استنتاج هایی که از این پیشنویس ها و گذشته ها داشتیم رو سعی کردیم خلاصه وار بگیم. اگه یه سری مطالب بریده شده و اون پیوستگی و انسجام درستی رو نداره باید عذرخواهی کنم از اینجا بابت این قضیه که خب این فیلم ها در کلاس هایی گرفته شده که سوالاتی پرسیده میشد. به خاطر همین بخش هایی که مربوط بود و به آموزش ما کمک میکرد رو سعی کردیم که انتخاب کنیم و یه بخش هایی که خصوصی تر بود رو در واقع ادیت کردیم و از توی فیلم ها برداشتیم. اینکه این فیلم ها ممکنه انسجام درستی نداشته باشه، اما این قول رو میدم برای کسانی که در آینده در این کلاس ها شرکت میکنن کاملا مفید خواهد بود و مطمئنا این بخش تئوری هستش که ما توی این کلاس ها میگیم. اصل مطلب همون چیزهایی هستش که مراجعین و شما عزیزان اومدید داخل این کلاس ها مطرح کردید و بهش پرداختید که این میتونه منحصر به فرد به هر فردی باشه. در پایان میخوام یه تشکر از استاد دکتر شهریار درگاهی کنم، استاد بنده بودن، و خانم دکتر مارال پرهیزکار که در روانشناسی تی ای از ایشون کمک گرفته بودم. امیدوارم که در این کلاس ها باز هم ببینیمتون. به امید دیدار.